سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. عزیزان، به زندگی با چشم مثبت نگرید. بعضا ما در زندگی با بهانه ها سرگرم میشویم یا گناهی مشکلات فعلی را به گذشته حواله میکنیم. اما حقیقت این است که گذشته گذشته است، آن نمیتواند تغییر یابد. اما امروز است و فردا میتواند با انتخابی درست پر از امید و نوری نو گردد. روانشناس و فیلسوف ویکتور فرانکل که با تعلیمات خود درباره معنی زندگی مشهور است میگوید به انسان هر چیز را میتوان گرفت بجز یک چیز: آزادی انتخاب در مناسبت به حالت خود. آزادی برای انتخاب کردن راه شخصی و مناسبت شخصی به هر چیزی که در پیش است. محض همین آزادی در دست شماست. به جای پشیمانی از گذشته ناگوار، آن را همچون آموزگار قبول کنید و از هر لحظه امروز برای ساختن آینده بهتر استفاده برید. قسمی باقی مانده عمر شما میتواند بهترین قسمتی آن شود اگر از امروز مناسبت مثبت را انتخاب کنید. در هر مشکلات زندگی یک امکانیت نهان است. تنها چشمان مثبت لازم است تا آن را ببینید. هر صبح با شکرگزاری بیدار شوید و هر شب با آرزوهای نو بخوابید. باور کنید که زندگیتان میتواند چنان روشن گردد که نه تنها خودشان بلکه اطرافیان نیز با روحی نیک پر کند. حالا وقتی تغییرات است، وقتی شما است. از آن حد اکثر استفاده برید و لحظه امروزتان را زیبا زندگی کنید. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.